سلام و درود به همه عزیزان. ساعت 10:01 است. حالا بریم ببینیم که چه اتفاقی میفته. ساعت 10 تا 11 تایم سیلور بوله. ترامپ هم ساعت 3 سخنرانی داره، ساعت 3 بعد از ظهر. بریم یه نگاهی به تایم فریم روزانه بندازیم. خب سه شنبه رفتیم بالا، خودمون رسونیم به این اپیشنسی. سه شنبه میشد یه بای گرفت، هنوز من بررسیش نکردم. بله این روز سه شنبه است. ساعت روبری اومده پایین و ساعت 10:30 حرکتش رو بالا انجام داده. FPG توی 1 دقیقه چرا اینو مشخص کردم؟ چون هم تو 5 دقیقه است، توی FPG داخل 5 دقیقه است، هم این که اینو های بریک کرده این سوینگا، همین که از بقیهشون وایت تره، یه جورایی پهن تره. ولی 15 دقیقه رو نگاه، 15 دقیقهش خیلی سعودیه و همچنین 5 دقیقهش. این کلوز رو دوست نداشتم، این کلوز خوبی نبود. یا این رفت بالاش کلوز کرد. حالا اینجا یه اوردر بلاک داریم. اینو پاکش کنم دیگه، میدونیم ما 5 دقیقه است و 5 دقیقه‌ای که حتی بهش احترامم گذاشت. که اینجا بخوایم بای بگیریم میشه چیسینگ پرایس، دنبال قیمت کردن، برای همین مناسب نیست برای بای گرفت. میشه رو اوردر بلاک مثلا وارد شد، ولی که وقتی مثلا اینجا این اوردر بلاک وارد شه. آره این اشتباهه، درسته لیکویدی زده، ولی خب وقتی این گپ رو داریم بهتره همینو در نظر بگیریم، چون این گپ خودش نقطه ورود بوده. حالا این گپ رو داریم، این اف بی جی هم داریم، باید ببینیم چه اتفاقی میفته ساعت 10:30. من فکر کنم خودش رو نیوده اوپن گپ برسونه. آره بالا به نظر منطقی تر میاد، ولی امروز پایین میبینه. شاید چون روان سعودیه نبینم دیگه، شوف کانسولیدیشنه، رنجه، فقط نگاش کرد تا ساعت 11. مگر اینکه خب یه اف پی جی بزنه که این رو زده بشه. این ای اسه، داو جونز هم همینطوره، نازلیه، ولی خب داو جونز خیلی بیشتر نازلیه. کنم رفت که بریزه. چرا؟ چون داو جونز و ای اس همچنان ریزشیه. بریکر یه جوری این هم هستا، هم این قابل توجهه، هم این عقبیش که اینجاست و دیگه من اون در نظر گرفت. ها الان میره تا چشم کنه یکم دیگه تاچش کرد اینهاش. این رفت بالا. الان تازه شد 10:50 و حواسمون به تایم باشه، نه به خاطر اینکه مثلا تو این ساعت شاید انتظار ریزش داشته باشیم و واقعا ممکنه بره بالا. نه خب ساعتی که الگوریتم بازار فعال میشه یه جوری از نظر تایم، مثلا ممکنه به این اف پی جی که اینجاست واکنش نشون داده باشه. خب یه حرکتی زد و یه ریزشی انجام داد، ببینیم که با چیکار کنه. BS هم به تبعش داره ریزشی عمل میکنه. داو جونز ریزشیه، ES به این شکله، خیلی مفهومی نداره برا من، ولی خب این بریک زیرش انجام شده، خودش دوباره یه ویک شد. عجب مارکت عجیبی بوده. هنوز 20 ثانیه مونده، اصلا شاید این کندل نزولی باشه. خب نه کندل نزولی نبود. خب این هم 10 تا 11
میدونیم که از ساعت 9:30 به اینجا خریدارا سود کردن، پس احتمال داریم که ساعت 12 تا 1 بازار نزولی باشه و ایشون یه ذره یا ریتریسمنت داشته باشه یا ریورس ها. اینم از امروز.